خب دوستان، جلسه اول ساخت ربات روبیکا با کتابخانه روبکا میخوایم امروز جلو ببریم و ما از قبل یه ربات ساختیم و ساخت ربات هم به نظرم چیز سختی نباشه، اما خب ما دوباره یه ربات میزنیم مثلا به اسم تست مثلا و یه یوزر نیم میخواد میزنیم تست روبکا بات. خب اینجا به ما یه توکن تحویل میده، ما این توکن یادداشت میکنیم و نیازش داریم. خب تو جلسه اول با متد گرفتن اطلاعات ربات کار میکنیم که فقط یه مقداری دستمون بیاد که کار کردن با کتابخانه چجوریه. خب وارد کردن کتابخانه داخل ویوس کد که همه برنامه نویسا بلدن و ایمپورت کلاس اصلی کلاس روبوت و چند تا کلاس دیگه داره کتابخانه، مثل کلاس روبینو، کلاس روبوت داخل تایپ سینک، کلاس اینلاین کیبورد، اینلاین مسیج، چت کیپد و کلاس های دیگه که بعداً باهاش هم بیشتر آشنا میشیم. خب الان فعلا ورودی های کتابخانه یه مقداری توضیح میدیم. حالا سیستم اونقدر پره کلا نمیکشه. خب ورودی های کلاس روبوت، یکی توکن هست که توکن اجباریه داخل کتابخانه، یعنی حتما باید توکن ربات وارد بشه، ولی بقیه آرگومنت ها زیاد اجباری نیستن مگر بخوایم ازشان استفاده بکنیم. مثلا ورودی سشن نیم برای اسم سشن توی متد چک جوین است که جلوتر حالا آشنا میشیم باش. ورودی اوت، ورودی کی، ورودی پلتفرم و مهمترینش ورودی وب هوک که برای دریافت آپدیت کلیدهای دکمه های شیشه‌ایه که جلوتر بیشتر آشنا میشیم. و شو پروگرس مقداریه که وضعیت آپلود و دانلود به صورتی که نوار پیشرفت به ما نمایش میده. خب ما فعلا اینجا توکن وارد میکنیم، چون طوری که خودتان میدانین ضبط کننده های صفحه محدودیت ضبط دارن و نمیشه اذیتی بیشتر ضبط کرد. خب مثلا ما میزنیم یه متغیر بزنیم و بات. خب اینجا کل متدای به ما نمایش میده و کتابخانه متدای خیلی زیادی داره، مثل get me، check join، delete message، download، edit chat keypad، edit inline keypad، edit message keypad، forward message و get all member. اینا متد get all member و متد check join نیاز به اکانت داره، یعنی وقتی که شما اینا وارد بکنین خود کتابخانه ازتون یه شماره موبایل میگیره و وارد اکانت میشه و از طریق همون اکانت ممبرای چنل یا گپ یا هر چیزی که دارینه دریافت میکنه. متد get chat، get name، get update و چیزهای دیگه. خب ما فعلا میزنیم get me که هیچ ورودی هم نداره. تو کل کتابخانه ها همینجوریه، متد get me هیچ ورودی نداره معمولا. خب وقتی ما اینجا متغیر اینفو پرینت بگیریم، اطلاعات رباتی که ما ساختیم و به همون بک میده. یه چیز خیلی عادیه که تو همه پلتفرما